درباره چی فکر میکنی؟ درباره آداب و علم. آداب و علم، بله. به نظرت کدامش مهم است در زندگی ما؟ هر دوش مهم. یکیش انتخاب کن. کدامش مهمتر، کدامش اول میسته؟ آداب. چرا آداب؟ چون که اگر آداب و اخلاق نباشد از علم و دانش هیچ فایده نیست. چرا فایده نیست؟ اصلا جایی که علم هست آنجا پیشروی هست کو. درست، لیکن جایی که اخلاق نیست از علم و دانش فکر نمیکنم که فایده باشد. و این علمی که میآموزیم به ضرر انسان استفاده میشه. نه، من فکر میکنم اول باید انسان به سمت علم رود، اول باید عالم باشد. اول تعلیم بعد تربیه، اول دانش بعد اخلاق. نه، اول اخلاق بعد دانش، اول تربیه بعد تعلیم. هستن انسان هایی که دانش دارن، علم دارن، اما آدم خوب نیستن. برای همین میگن که عالم شدن آسان و آدم شدن مشکل. بزرگان میگن که آداب و اخلاق انسانی این درخت و میوه اون درخت علم. تصور کن اگر خود درخت نباشد میوه از کجا میشه؟ خب شما چه فکر میکنید؟